ترک خودارضایی، راهنمای عملی و ساده. سلام به همه، علی هستم و تو این ویدیو میخوایم یه موضوع خیلی مهم رو با هم بررسی کنیم، ترک خودارضایی. میدونم که این موضوع ممکنه یکم شخصی باشه، اما میخوام بدونید که تنها نیستید. خیلی از آقایون تجربه مشابهی دارن و باهاش دست و پنجه نرم میکنن. هدف من از این ویدیو اینه که یه راهنمای عملی و ساده بهتون ارائه بدم تا بتونید این عادت رو ترک کنید و انرژی و تمرکزتون رو روی چیزهای مهمتر تو زندگیتون بذارید. میخوام تاکید کنم که این یه مسابقه نیست و قرار نیست یه شب به نتیجه برسید. مهم اینه که با اراده و پشتکار ادامه بدید و از اشتباهاتتون درس بگیرید. یادتون باشه که شما تنها نیستید و من همیشه اینجا هستم تا بهتون کمک کنم. پس با هم شروع کنیم و این مسیر رو با قدرت طی کنیم. خب، قدم اول برای ترک هر عادتی شناخت محرک هاست. چیزهایی که باعث میشن حس خودارضایی به سراغتون بیاد. ممکنه تنهایی باعث این حس بشه، یا شبها قبل از خواب، یا وقتی حوصلتون سر رفته. شاید استفاده زیاد از گوشی هم شما رو به سمت این کار بکشونه. سعی کنید این موقعیت‌ها رو برای خودتون مشخص کنید. یه دفترچه بردارید و هر موقع احساس کردید میخواید خودارضایی کنید، موقعیت و حسی که داشتید رو یادداشت کنید. بعد از مدتی، الگوهایی رو تو رفتارتون خواهید دید که بهتون کمک میکنه از این موقعیت‌ها دوری کنید. یادتون باشه که خودآگاهی اولین قدم برای ایجاد تغییر مثبت تو زندگیتونه. حالا که محرک‌هاتون رو شناسایی کردید، وقتشه که محیط اطرافتون رو تغییر بدید. اگه تنهایی شما رو به سمت این کار میکشونه، سعی کنید بیشتر وقتتون رو با خانواده یا دوستانتون بگذرونید. اگه محتوای تحریک کننده تو گوشی یا لپتاپتون دارید، اونها رو حذف کنید و فیلترهای مناسب رو نصب کنید. محیط اطراف شما باید به شما انرژی مثبت بده و شما رو در مسیر هدفتون یاری کنه، نه اینکه شما رو به سمت عادتهای مخرب سوق بده. یادتون باشه که شما معمار زندگی خودتون هستید و میتونید محیطی رو برای خودتون بسازید که به رشد و شکوفایی شما کمک کنه. خب، حالا که محرک‌ها رو شناسایی کردید و محیط اطرافتون رو هم تغییر دادید، وقتشه که برای خودتون یه سری جایگزین‌های سالم و مفید پیدا کنید. چیزی که واقعاً ازش لذت میبرید و بهتون انرژی مثبت میده. ورزش کردن یک گزینه عالی برای تخلیه انرژی و بهبود حال و هوا هست. ورزش‌هایی مثل بوکس، بدنسازی یا دویدن میتونن بهتون کمک کنن تا اضافه انرژی خودتون رو تخلیه کنید و احساس بهتری داشته باشید. مطالعه کردن، نقاشی کشیدن، یادگیری یه زبان یا مهارت جدید هم از جمله فعالیت‌های مثبتی هستند که میتونید به جای خودارضایی انجام بدید. مهم اینه که چیزی رو انتخاب کنید که واقعاً بهش علاقه دارید و بهتون انرژی مثبت میده. یادتون باشه که پر کردن اوقات فراغت با فعالیت‌های سالم و مفید نقش بسیار مهمی تو ترک عادت خودارضایی داره. خب، قطعاً تو این مسیر با روزهای سخت و چالش برانگیز هم مواجه میشید. روزهایی که وسوسه خیلی زیاده و کنترل کردن خودتون سخته. مهم اینه که برای این روزها از قبل برنامه داشته باشید. یه برنامه ضروری برای خودتون بنویسید. مثلا، اگه احساس کردید دارید وسوسه میشید، سریع 20 تا شنا برید یا یه دوش آب سرد بگیرید. مهم اینه که سریع عمل کنید و ذهنتون رو از اون حالت خارج کنید. سعی کنید تو این روزها تنها نباشید و بیشتر وقتتون رو با خانواده یا دوستانتون بگذرونید. حضور افراد مثبت و حامی تو این موقعیت‌ها میتونه خیلی کمک کننده باشه. یادتون باشه که آمادگی برای مواجهه با چالش‌ها شانس موفقیت شما رو تو این مسیر خیلی زیاد میکنه. خب، یکی از مهمترین نکات برای موفقیت تو هر کاری تمرکز روی اهداف بلند مدته.
چرا میخواید این عادت رو ترک کنید؟ دلیل واقعی و عمیق شما چیه؟ اهدافتون رو روی کاغذ بنویسید و هر روز بهشون نگاه کنید. اگه آرزوتونه یه بوکسور حرفه‌ای بشید یا یه کانال یوتیوب موفق داشته باشید، این اهداف رو جلوی چشمتون بذارید و به خودتون یادآوری کنید که ترک خودارضایی چطور میتونه بهتون کمک کنه که به این اهداف برسید. وقتی وسوسه شدید، به این فکر کنید که خودارضایی شما رو از هدف واقعیتون دور میکنه و انرژی و تمرکز لازم برای رسیدن به اون هدف رو از شما میگیره. با تمرکز روی آینده‌ای که میخواهید برای خودتون بسازید، انگیزه لازم برای ادامه دادن رو پیدا خواهید کرد. یادتون باشه که هدف، جهت و انگیزه لازم برای حرکت رو به شما میده. پس اهدافتون رو واضح و شفاف برای خودتون مشخص کنید و با تمام وجود برای رسیدن به اونها تلاش کنید. خب، حالا میخوام یه تکنیک ساده و کاربردی رو بهتون یاد بدم که تو لحظاتی که وسوسه شدید خیلی میتونه کمکتون کنه. این تکنیک تنفس عمیقه. وقتی احساس کردید دارید وسوسه میشید، یه جای آروم بشینید و چشماتون رو ببندید. حالا به مدت 5 ثانیه نفس عمیق بکشید و هوا رو تو ریهاتون حبس کنید. بعد به آرامی و طی 5 ثانیه نفس رو بیرون بدید. این کار رو چند بار تکرار کنید تا ذهنتون آروم بشه. تو همین حین سعی کنید به چیزهای مثبت و انرژی بخش فکر کنید. به اهدافی که برای خودتون تعیین کردید و آینده‌ای که می‌خواهید بسازید. یادتون باشه که کنترل ذهن یه مهارت یاد گرفتنیه و با تمرین و تکرار میتونید تو این زمینه پیشرفت کنید. خب، میخوام یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم که شاید تا حالا بهش توجه نکرده باشید. تو مسیر ترک خودارضایی ممکنه گاهی اوقات دچار اشتباه بشید و دوباره به این عادت برگردید. مهم اینه که خودتون رو سرزنش نکنید. این کاملا طبیعیه و بخشی از فرایند یادگیری و رشده. مهم اینه که ناامید نشید و دوباره با قدرت بیشتر به مسیرتون ادامه بدید. به خودتون بگید این فقط یه اشتباه بود، من ازش درس میگیرم و دفعه بعد بهتر عمل میکنم. یادتون باشه که شما انسان هستید و انسان جایز الخطاست. مهم اینه که از اشتباهاتتون درس بگیرید و اجازه ندید که شما رو از مسیرتون منحرف کنه. خب، گاهی اوقات وسوسه ها خیلی شدید هستن، کنترل کردنشون واقعاً سخته. تو این موقعیت ها اصلاً از کمک گرفتن نترسید و خجالت نکشید. با یه مشاور یا یه دوست مطمئن صحبت کنید و احساسات و افکارتون رو باهاش در میون بذارید. گاهی اوقات صحبت کردن با یه نفر دیگه و دریافت حمایت از طرف اونها میتونه خیلی بهتون کمک کنه تا این مرحله رو پشت سر بذارید. یادتون باشه که کمک گرفتن نشانه ضعف نیست، بلکه نشانه قدرت و هوشمندی شماست. پس اگه احساس کردید به کمک نیاز دارید، درنگ نکنید و از افراد مطمئن اطرافتون کمک بگیرید. خب، حالا میخوام یه راهکار ساده و کاربردی رو بهتون یاد بدم که بهتون کمک میکنه انگیزتون رو تو این مسیر حفظ کنید. یه تقویم بردارید و هر روزی که موافق شدید خودارضایی نکنید، اون روز رو با یه علامت خاص مشخص کنید. دیدن پیشرفتتون روی کاغذ و افزایش تعداد روزهایی که موافق بودید، بهتون انگیزه قوی‌تری برای ادامه دادن میده. این کار باعث میشه که به خودتون و توانایی‌هاتون بیشتر اعتماد کنید و با انرژی و امید بیشتری به مسیرتون ادامه بدید. یادتون باشه که هر قدم کوچیکی که تو این مسیر برمی‌دارید، یه پیروزی بزرگه و شما رو به نسخه بهتری از خودتون نزدیکتر میکنه. خب، در نهایت میخوام یه نکته خیلی مهم رو بهتون یادآوری کنم. ترک خودارضایی یه شب اتفاق نمیافته و نیاز به زمان و صبر داره. پس لطفاً با خودتون مهربون باشید و اگه گاهی اوقات دچار اشتباه شدید، خودتون رو سرزنش نکنید. هر قدم مثبتی که تو این مسیر برمی‌دارید،
یه پیروزی بزرگه و شما رو به نسخه بهتری از خودتون نزدیکتر میکنه. پس به خودتون افتخار کنید و با انرژی و امید به مسیرتون ادامه بدید. یادتون باشه که شما تنها نیستید و من همیشه اینجا هستم تا بهتون کمک کنم. اگه سوالی داشتید یا نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید، حتما تو کامنت ها به هم بگید. با آرزوی موفقیت برای شما. خب دوستان عزیز، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. یادتون باشه که شما تنها نیستید و خیلی از آقایون دیگه هم تجربه مشابهی دارن. تو میتونی. من همیشه اینجا هستم تا کمکت کنم. اگر نیاز به راهنمایی یا انگیزه داشتی، به من بگو. با اراده و پشتکار، شما هم میتونید این عادت رو ترک کنید و به نسخه بهتری از خودتون تبدیل بشید. برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.